با فرارسیدن زمستان وقت سرما در کوچه های پلخمری نفس می کشد، صدای چکش و آتش گرمای زندگی را در کارگاه های این شهر زنده نگه می دارد. در گوشه از بازار غلام دستگیر آهنگری با دستان پینه بسته از دل آتش تیشه و تبر می سازد. آهن را نرم می کند تا نان فرزندانش را سختی نکاهد. می گوید امسال کاروبارشان رونق گرفته و مردم بیشتر به ابزار دستی ساخت بغلان روی آوردند. کار آهنگری فضل خدا چند روز پیشتر وقت داست دره و شالی بودند. تقریبا 10 روز 20 روز آهنگرای ما در شالی و ککبیر شالی و هم چیزای ضرورتی که با شالی است و با برنج است ضرورت مردم را ما تهیه کردیم. کار ما فضل خدا الحمدلله خوب بود. کل ما دست به کار بودیم. مال فعلا وقت داست تبر و تیشه و زمستان است، فصل زمستان است، تبر تیشه و این چیزا با ضرورت مردم ما تیار میکنیم. در کنار او امین آهنگر جوان پلخمری با شور و امید بر آهن گداخته ضربه میزند. او باور دارد اگر مردم از تولیدات داخلی پشتیبانی کنند این پیشه کهن دوباره به اوج خواهد رسید. وقتی که دولت با ما همکاری کنه با ما دست به نمانه واردات خارجی را، فرض مثال تور ما هست با دست خود میسازیم، ساخت خود ماست، به قیمت 500 تورای پاکستانی است، ساخت پاکستان میآید و 300 افغانی. در آن سوی شهر در کارگاه های کوچک اما پرحرارت حلبی سازان مشغولند. اینجا فلز در دستان نقیب و فهیم و بخاری، چایبر و وسایل گرمایشی بدل می شود. با نزدیک شدن فصل سرما کارشان رونق گرفته و لبخندشان گرمتر از شعله های آتش است. آمدن فصل زمستان کاربار ما آساسا دیگه رونق میگیره، رشد میکنه. دیگه کارمون دیگه زیادتر 80% در زمستان است. دیگه ولایتان میان، تخار میاد، کندوز میاد، زندراب میاد، اینجا میان از ولایت بغلان و شهر پلخمری میبرن. برای ما 20 تا 30 تا 100 تا میان با اونا میتن میگن جور که ما جور میکنیم برشان آماده میکنیم، ما رو وقت کاملش زنگ میزنیم میبرن. مجیب الله یکی از حلبی سازان دیگر با لبخند میگوید اگر مردم از محصولات وطنی استفاده کنند صنعتگر قوت میگیرد و اقتصاد خانواده ها جان مییابد. اگر یک جامعه بخواد نیاز به پیشرفت داشته باشه که همچین جامعه افغانستان باید در قدم نخست چیزی که وارد میشه از خود افغانستان باشه و چیزی که صادر میشه کوشش کنیم در ساخته فرآورد دست خود ما را به حامیان و دوستان کشورها همسایه خود پیشنهاد بدیم. کار حلبی سازی که است یک کار فصلکی است که مربوط به فصل زمستان میشه. دیگه قریب دیگه نزدیک به فصل زمستان هستیم و ما هم آمادگی های خود گرفته رسیم که مال چین و توان خود جور بکنیم و در خدمت همشهریان خود قرار بدیم. بیشتر مشتریان این کارگران سختکوش از ولسوالی ها و ولایت امجوار می آیند چون می دانند که در دل آتش و آهن دستان کار می کند که هنوز به عشق و صداقت گرم است. در این سرزمین زمستان تنها فصل سرما نیست، زمستان فصل گرمای تلاش مردانی است که از آتش نان می سازند و از آهن امید.